بازم سلام دوستای عزیز، خوش آمدید. در بخش برنامه یکی از جوانان موفق خود در کنار خود داریم، یکی از کسانی که واقعا مؤسسه‌شان خدمت زیاد بر وطن ما کردن و ما کسایی هستیم که سخت نیازمند هستیم به کمک، کسایی هستند در کشور ما که محتاج هستند و ما باید وقتی یک چی است نه خورشید جان میگه استاده دست افتاده گیر، همگی ما باید تلاش بکنیم، به خصوص جوانای عزیز ما که توانمندی را دارن باید کمک بکنن و تلاش بکنن تا بتونن مصدر خدمت به وطن خود شوند. حال هم زمیر زدران یکی از عضو مؤسسه بخوان تا افغانستان را رهبری کنیم. واقعا همگی ما باید تلاش بکنیم بخوانیم تا بتونیم افغانستان ما یک رهبر درست باشیم، تا بتونیم افغانستان خود از این بدبختی نجات بدیم. امروز هم آقای زدران با ما هست و بیشتر از مؤسسه خود بر ما معلومات میده. سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. سلامت باشین، صبح شما همچنان بخیر. عرض سلام و ادب تو را شما و تمام بیننده‌های عزیز تلویزیون مشان چرکه. باز هم صحت و عافیت باشن. تشکر از اینکه ما را دعوت کردید. تشکر و سپاس از شما که هم وقتتون رو بر ما دادید. میشه در نخست از مؤسسه‌تان برای ما بگویید که چقدر وقت میشه فعالیت میکنه و از وقتی که فعالیت کرده تا به حال چقدر دستاورد داشته؟ مؤسسه بخوانید تا افغانستان رو رهبری کنید، ری تو لید افغانستان که مدت 4 سال می شود در بخش‌های خودکفایی زنان کمک و مساعدت با خانواده‌های نیازمند و مستحق در افغانستان و همچنان برای حمایت اطفال که در روی جاده و کنار جاده کارهای سخت و شاق انجام می‌دهند، کمک و همکاری و همچنان زمینه آموزش و پرورش برای این اطفال. بسیار خوب. آقای زدران، کارکردهایتان خیلی زیاد هست. میشه بگوین کدام کارکردهایتان بیشتر قابل توجهتان قرار میدین و کدامش رضایت دارین که به موفقیت تانستین رو به پایان برسونید؟ خوشبختانه مؤسسه بخوانید تا افغانستان رو رهبری کنید قسمی که از نامش معلوم است میخواهند که رهبرای آینده افغانستان افراد باشند که قبلا در روی جاده ها و در کنار جاده ها و یا هم در حالت سخت زندگی زیر خط فقر زندگی میکردند و وضعیت سخت داشتند و اینا آینده سازا و رهبرای آینده کشور خود باشند. قسمی که ما در اول گفتم که ما پلان ما هدف ما همین است که ما بتوانیم برای افراد که در سخت‌ترین حالت زندگیشان کار میکنند، البته اولادای وطن، بر از اونا زمینه آموزش و پرورش را مساعد بسازیم تا اینا فردا باشد که رهبرای آینده کشور باشند. و خوشبختانه که دستاوردهای خوبی از این اطفال داریم که در مؤسسه ما به تعداد 50 تن از اطفال که 2 سال قبل آغاز به درس کرده بودند امروز به مکتب می روند و خوشبختانه فرقشان با اولادهای دیگری این سرزمین بسیار فرق دارند. اینا خوبتر هستند و در بخش تعلیم و تربیتشان عالی‌تر می درخشند و حالا هم ما با بیش از 50 تن از اطفال داریم که روزمره در مؤسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید مورد آموزش و پرورش قرار می گیرند با استادای بسیار فعال و مجرب لیسانس درس می خوانند و اینجا مصروف آموزش و پرورش هستند که انشالله باشد تا آینده خوب و درخشان داشته باشد. خودتان گفتین که به اطفال کمک کردین در بخش آموزش و پرورش. بعضی مسائل هست که مثلا بر اونا پول کمک میکنه. به نظر شما این بهتر است که بر اونا پول کمک کنه و یا هم اونا را شامل یک مکتب درست بکنن که تا اونا درس و تحصیل درست بگیرن؟ مکانیزم دفتر ما قسمی است که ما اطفال را از روی جاده ها جمع‌آوری کرده به دفتر خود انتقال میدیم. وقتی یارا به دفتر خود انتقال دادیم بعداً ما به خاطر از اینکه تلاش ما این می باشه که ما بتونیم با خانواده های این اطفال کمک های ماهوار انجام بدیم، چون این اطفال خودشان نفقه فامیل را میارن. شبانه صبح تا شام به خاطر پیدا کردن نفقه بروی جاده می روند یا خیرات جمع میکنن یا هم بوت رنگ میکنن یا هم کارهای دیگه سخت و شاقه را انجام میدن. این سنی اطفال شروعش از 7 سال تا 15 سال می باشه. شما خودتان هم شاهد از این هستین که وقتی از یک جا به دیگه جا سفر میکنین معمولا در جایی که ترافیک می باشه میاین و ما بر اینا زمینه آموزش و پرورش را مساعد ساختیم. در پهلوی از اینکه اینا را مورد آموزش و پرورش قرار میگیرن در دفتر
کمک مالی هم در ماهوار با خانواده های اینا صورت میگیره بسیار که یک مقدار معاش منظم برای اطفال ما مشخص کردیم. بسیار خوب. از تاسیس مؤسسه‌تان چند سال میگذره و چقدر شما توانستین در این چند سال یا از تاسیس مؤسسه‌تان طفلایی که در کنار شما بوده جوان شدن و چقدر کار کردن، چقدر فامیلا شما راضی هستن؟ بیشتر از 4 سال میشه که مؤسسه ما در افغانستان و تماما از ولایت افغانستان فعالیت میکنه و خوشبختانه که امروز دستاوردهای خوب را داریم. از همون اطفال که ما از روی جاده برداشته بودیم و بعد دفتر انتقال داده بودیم، امروز خودشان در دفتر مصروف تدریس بر دیگر شاگردان هستند و ما یعنی در کل که نیوزهایشان در رسانه ها برش رسیدن که اطفال بودن که انشالله در آینده ها ما خود وقتی که قسمی که نام مؤسسه ما بخوانید تا افغانستان رو رهبری کنید، از نامش معلوم هست همه قسم ما میخواهیم که رهبرای خوب را به آینده و تقدیم بکنیم. این رهبرای باشند که سختی‌های روزگار را دیده باشند. دقیقاً. در ولایت ها هم فعالیت داریم؟ بله ها، در تمام ولایت افغانستان کمک های خیریه ما میرسه. البته پکتیکا، پکتیا، خوست، کندوز، بغلان، قربان و همچنان طرف ولایات ننگرهار، کنر، لغمان و این ولایت با شمول کابل که بیشترین کمک های ما همیشه وقت با خانواده هایی که در کابل هستند میرسه. خوشبختانه به این ولایت سفر کردیم و کمک های خیری خود را برشان توزیع کردیم. قابل یادآوری است که من نام بگیرم از خانم شکیلا جان زتران که رئیس و بنیادگذار این مؤسسه هست که واقعا یک خانم مهربان، دلسوز و قهرمان است. البته به همو خانواده هایی که کمک میکنن وقتی من میرم از نزدیک کمک هایشان را برای او خانواده ها تسلیم میکنم، واقعا من قهرمانیشان را از زبان همو خانواده ها میشنم، از زبان همو اطفال میشنم که امروز مصروف درس خواندن هستند. ما با خانواده هایی که نشست کردیم و اطفال را که دیدیم، شاید ویدیوهایشان را به نشر برسانند، باور بکنید در بسیار سخت‌ترین حالت زندگی بودن، حتی شبها و گرسنه خوابیدن. ما تلاش ما این است که آنها وضعیت بد زندگی خود را دیدن ولی امروز بیاین به افغانستان خود که صادقانه و اخلاصمندانه به خاطر پیشرفت کشور خود کار بکنند. واقعا ویدیوها را هم همکارم شاید آماده باشه دوست عزیز، در جریان صحبت ها را هم خواد دیدیم. اما بازم من یک سوال بکنم چون خود زیاد سوال کردی. میشه بگوین در رأس این مؤسسه‌تان کی قرار داره و شما وقت گفتین که زیادتر کمک میکنه تا بر تمام ولایت افغانستان، بودجه زیر از کجا میکنین کی بودجه زیر تامین میکنن؟ خوشبختانه که ما در بیرون از کشور در نخست باید بگویم که رهبری مسئولیت و بنیادگذار و رئیس عمومی این مؤسسه خانم شکیلا جان زتران هست که در بیرون از کشور زندگی میکنن و آنجا دوستان ما که در تیم ریتلیت هستند، خانم نریمان جان ابراهیمی که معاون مؤسسه هست، مشعل حمیدی که عضو همین مؤسسه هست و همچنان سوریا جان سیفی که در این مؤسسه هستند، اینا یک تیم بسیار خوب و قوی دارند که همیشه کوشش میکنند که کمک های خود را از افغان هایی که مقیم در آمریکا هستند جمع‌آوری بکنند و به افغانستان انتقال بدن تا اینکه اینجا ما با صداقت کامل به هموطنان خود تقدیم بکنیم. خیلی سپاسگزار از کسایی که کمک میکنن. آقای زتران، پلان های سال آینده تان چیست؟ این سال خب کم مونده با پایان میرسه و سال آینده چی پلان ها داریم؟ در کل مؤسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری بکنید پلان های بسیار خوبه به خاطر تربیت اولاد های این سرزمین دارد که یک پلان ما از آغاز ماه جنوری ای بود که ما بتونیم برای اولادایی که 50 طفل دیگه را در اینجا ما ثبت و راجستر بکنیم که اینا 50 فامیل هست که کمک 50 طفل به 50 فامیل هست و اینا رو مورد حمایت خود قرار بدیم و در پهلوی از اینا برای اینا سفرهای علمی، سیرهای علمی و نشست و برخاست با رؤسای افغانستان، با ادارات
در کل اینا یاد بگیرن که چطور میتونن یک رهبر خوب باشن، چطور میتونن که یک فرد خوب به وطن خود تقدیم شوند. در پهلوی ازی که ما کمک به اطفال داریم، ما کمک های 4 فصل خود را داریم. 4 فصل در ماه مبارک رمضان کمک های خیریه هست که به تمام از خانواده هایی که مستحق و نیازمند هستند ما کمک و همکاری میکنیم. در پهلوی ازی که باز ای به یک تعداد مشخص می باشه، به 1000 تن از خانواده ها که ایره ما باز در توزیعشان در تمام افغانستان به خانواده های نیازمند و مستحق مصروف میشه. بعد از این که این تمام شد ما کمک های تابستانی داریم، کمک های زمستانی داریم که البته کمک های زمستانی دیگه ما مانده که انشالله در همی روزها توضیح خواهد کرد. آها، بسیار خوب. پیام و گفتنیتون با مؤسسه هایی که مثلا درست فعالیت میکنن فقط به نام اما کار را که باید بکنن انجام نمیتن، مثلا مثل خود شما که از امریکا مثلا پول به دست میارن، اونا از دیگه مردم پول جمع میکنن، جمع آوری میکنن اما نیم پیسه را در جیب خود میذارن و نیم پیسه دیگر را به اطفال کمک میکنن. گفتنیتون ما میخوایم نخستی را بگوییم که کار ما نظر به دیگه مؤسسه خیلی شفاف هست. بله واقعا. ما در قالب هر کمک که انجام میتن در پهلوی ازی که اسناد متنیشان را مکمل میسازیم، ما گزارشات ویدیویی را برشان آماده میسازیم. یک فرد اگر $1 هم کمک میکنه، ما این کمک $1 را برشان در قالب یک نوار تصویری برشان نشان میدیم که $1 کمکتان به کجا مصرف شد. در پهلوی ازی که اسناد متنیشان را تنظیم میکنیم. دیگه ای که گفتنیم البته با مؤسساتی که مصروف رساندن کمک هستن ولی به حقدار نیم. افغان هستیم، در افغانستان زندگی میکنیم، مسئولیت ما از وظیفه ماست که صادقانه برای مردم افغانستان کار کنیم. اگر شما واقعا بیاین و دعای خیر مردم افغانستان، همون مردمی که زیر خط فقر زندگی میکنن، همون مردمی که در سخت‌ترین حالت زندگی قرار دارند، اگر بگیرین واقعا یک انسان خوشبخت خوب می باشه. بله واقعا. احساس راحتی بر خودتان میده. احساس وقت ما میرم به خانواده هایی که نیازمند و مستحق هستن، از نزدیک وضعیتشان را میبینم، باور بکنین گریه میگیرم. به این حالت در افغانستان سختی است. پس وقت کمکی که میآید ما به حقدار تسلیم نکنیم، پس فرق میان ما و یک کسی که او خائن است، فاسد است چه شد؟ گفتنی مشد برشان نمیست. سپاس شما آقای زبران که آمدین. خداوند موفقیت بیشتر نصیب شما و دیگر جوانان بکنه. زنده باشید. سپاس شما هم دوستای عزیز که با ما بودین در این دم و یک ویدیویی را باز هم کانالم آماده کرده. دوستای عزیز با هم یک جا می‌بینیم بازم در ادامه برنامه با ما و خورشید جان و مهمان ما باشید. ولایت میدان وردک. ولایت میدان وردک یکی از ولایات واقع در شرق مرکزی افغانستان است که حدود 540,000 نفر جمعیت دارد و مرکز آن میدان شهر نام دارد. بر اساس برآورد سال 2008 تنها 2400 نفر از جمعیت این ولایت در شهر زندگی می کند. پشتون‌ها، تاجک‌ها این منطقه سنی مذهب و هزارها قزلباش‌ها هستند. سیب، توت زمینی، پیاز، گندم، برنج، زردآلو و حبوبات محصولات کشاورزی اصلی این منطقه است. تنها 21% مردم با سواد هستند و 42% با آب لوله‌کشی دسترسی دارند. 6 بیمارستان، حدود 65 درمانگاه و 2684 مسجد در این ولایت دایر است. بیشتر مردم این ولایت کشاورز هستند. در این ولایت ذخایر زیادی از آهن وجود دارد. اماکن تاریخی قابل ملاحظه در این ولایت وجود ندارد، اما در گربت و زیارتگاه‌های تاریخی وجود دارد که با ورود اسلام همزمان می باشد. این منطقه جزء مناطق کوهستانی افغانستان بوده و دارای آب و هوای سرد و کوهستانی با زمستان‌های کاملا سرد و تابستان‌های گوارا است. وردک دارای اقلیم سرد نیمه صحرایی بوده و مقدار بارندگی سالانه آن بین 300 و 400 میلیمتر و در حصه کوتل اونی به 800 میلیمتر هم میرسد. حداکثر دما به 20 تا 30 درجه سانتیگراد و درجه حصه اونی در تابستان از 5 درجه سانتیگراد بالاتر نیست. در زمستان سردی هوا به 10 و 15 درجه پایین می آید.
رشته‌کوه‌های پغمان در شمال و زنجیره‌های کم ارتفاع در جنوب آن در ساحه چک و سیدآباد نیز وجود دارد. دریاها رودهای مهم آن عبارتند از دریای میدان و دریای جلگه که بند چک برای آن ساخته شده. دریای جلگه در نقاط مرتفع به نام دریای خاوات و کجور نیز یاد می شود. آب دریای هلمند در سرچشمه آن 100 کیلومتر در وردک جریان دارد. دریای میدان، خاوات و کجور یگانه منابع آبی آن را تشکیل می دهد.